حکومت ترکیه لایحه بازبرانگیز قانونی‌ро پس گرفت که به تجاوز جنسی دختران نابالغ دخل داشت. در این باره بینالی ایلدیریم نخست وزیر ترکیه روز 22 نوامبر خبر داد و گفت که طرح برای بازنگری از بررسی گرفته شد. بعد پیشنهاد این طرح قانون که اجازه میداد تجاوزگران به دختری تجاوز شده ازدواج کنند، هزاران نفر در شهرهای ترکیه راهپیمایی کردند. به عقیده اعتراضگران طرح قانون یک نوع اجازه دادن به تجاوز جنسی است. درباره این طرح جنجالی صحبتی داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیوی فردا. خب خوش آمدید به برنامه. اصلا می گفتید که دلیل و وجه‌های حکومت ترکیه برای پیشنهاد این طرح چی بود؟ حکومت ترکیه چندین دلیل مطرح کرده بود برای این طرحش که به پارلمان فرستاده بود. یکی از اونها این بود که چون در ترکیه به طور سنتی ازدواج در سنین پایین به ویژه در شهرهای کوچک و در مناطق مرزی انجام میشه، سالیان سال هست، میخواست یک نوعی این رو قانونی بکنه. و دلیلی هم که مطرح نکرده بود ولی مفسران میگفتن این بود که تعداد زندانیان در زندانهای ترکیه میخواست کاهش بده. وزیر عدالت ترکیه در پارلمان بود و توضیح داد که این طرح اساساً که در 45 ماده تدوین شده بود برای این بود که توازنی بین کسانی که به جرمهای تجاوز جنسی به دختران در زندان هستند و ازدواجهایی که غیرقانونی هست، در سنین غیرقانونی و سن زیر 18 سال انجام میشه، به صورت قانونی در بیاد. خب میتوان گفت که شاید حکومت یگان پنهانی داشت، یگان نظرهای پنهانی، یگان هدفهای پنهانی. مفسران سیاسی و رسانه‌های ترکیه این مسئله را مطرح کردند که بعد از کودتای نافرجام تابستان امسال از طرفی در زندان دیگر جا نیست، برای اینکه میدونین که بیش از 70,000 نفر در چند ماه اخیر در ترکیه بازداشت و زندانی شدند. وزیر عدالت ترکیه هم چند روز پیش گفت که بین 3 تا 4,000 نفر از مجرمانی که بنابر دلایل اتهامات تجاوز جنسی در زندان هستند میتونن با استفاده از این قانون از زندان آزاد بشن، ولی هیچ موقع حکومت تایید نکرد که هدفش آزاد کردن این 3-4 هزار نفر هست. ولی همین اظهارات وزیر عدالت ترکیه هم باعث جنجالی در ترکیه شد و شما هم اشاره کردید بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و مردم عادی در ترکیه و در جامعه بین‌المللی اعتراض کردن به این طرح. خب تا کجا اون احزابی که یعنی احزاب حکومتی که این طرح رو پیشنهاد کرد انتظار داشتن که مردم با این طرح مخالفت میکنند و در حال دست به اعتراض میزنند، راهپیمایی میکنند؟ حزب عدالت و توسعه که یک حزب اسلامگرا هست اصلا انتظار نداشت که مخالفت ها به این شدت باشه. انتظارشون این بود که حزب جمهوری خلق که حزب اپوزیسیون هست و حزب مهپه که حزب راست سنتی و مقداری هم مذهبی هست مخالفت بکنند، ولی انتظار نداشت که مردم عادی در خیابان‌ها بیان، در جلوی پارلمان بیان و تظاهرات بکنن و اعتراض بکنن. این طرح بار اول به پارلمان رفت، رأی گیری شد، رأی کافی به دست نیاورد و بعدش اعتراضهای مردمی و اعتراضهای گروه‌های سیاسی، گروه‌های زنان و گروه‌های حقوق بشر وسعت گرفت در آنکارا، در استانبول، ازمیر و شهرهای دیگه که دولت بینالی یلدرم مجبور شد این طرح رو از پارلمان بیرون بکشه، اون رو به کمیسیون مربوطه ارجاع بده که در این کمیسیون قرار دوباره بازنگری بشه و تدوین جدیدی بشه که دوباره بتونن به پارلمان بدن. ولی بحث اساسی اپوزیسیون و بیشتر مردم ترکیه این هست که این طرح در شکل خودش نوعی عقبگرد هست و نوعی صدور مجوز برای تجاوز جنسی به دختران از هر سنی که هستند مطرح نیست. 18 سال به پایین و 18 سال به بالا که فرد متجاوز نمیتونه بیاد بیرون از زندان به شرط اینکه با دختری که بهش تجاوز کرده ازدواج بکنه و باید در زندان بمونه و تنبیه بشه. خب شما هم که گفتید که برگردوندن به کمیسیون، از نگاه شما کدام نکته این طرح اونا میتونن عوض بکنن که بعداً مردم هم قبول بکنن؟ چیزی که وزیر عدالت ترکیه روز سه‌شنبه گفت این بود که دولت در مجموعه خودش نتونسته این طرح رو
اونطوری که منظور دولت بوده توضیح بده، روشنگری بکنه و این است که احتمال زیاد نوشتن این طرح رو، نوشتار این طرح رو عوض خواهند کرد، ولی روح طرح همون باقی خواهد ماند و دوباره میخوان اونو به پارلمان ارجاع بدن که تصویب بشه. حادثه مهمی هم که اتفاق افتاده که بعضی از نمایندگان حزب مهپ که حزب راستگرا هست اعلام کردن که ممکنه با طرح تدوین شده جدید موافقت بکنن که در اون صورت دولت میتونه آرای کافی نمایندگان رو برای تصویب طرح داشته باشه. ولی در ترکیه و در رسانه‌های ترکیه همینطور در اروپا اعتراضها به این طرح، به کلیت این طرح و افکاری که پشت این طرح خوابیده هنوز ادامه داره. تشکر زیاد. خوش آمدید بار دیگر.